روز 22 دکامبر دانشمندی 52 ساله تاجیک عبدالسلام آدینه‌زاده استاد دانشگاه استرالیای غربی در خانه خود در شهر پرت با اتهام تبلیغ تروریسم بازداشت شد. در این خصوص رادیوی آزادی با استناد به رسانه‌های استرالی خبر می‌دهد. روز چهارشنبه دادگاه قرار کرد که عبدالسلام آدینه‌زاده تا 15 январи سال 2021 در حبس نگاه داشته شود. خبر داده شده است که عبدالسلام آدینه‌زاده به پهن کردن موادهای دارای خصوصیت اکستریمیستی در اینترنت ایبدار می شود. سبب بازداشت عبدالسلام نواری ویدیویی بود که در ماه فوریه سال جاری در صحیفه او در شبکه اجتماعی نشر شده است. بعد اون ویدیویی که من حمله کردم با رحمان، یادرس میکنیم که آدینه‌زاده با اظهارات سلبی خود درباره مقامات تاجیکستان معروف است که در رابطه با این حکومت تاجیکستان بارها به دانشگاهی که او در آنجا کار و فعالیت میکرد نامه فرستاده به تروریسم متهم کرده است. در سال 2018 مقامات تاجیکستان اعلام داشتند که علیه عبدالسلام آدینه‌زاده بر اساس 2 ماده کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان دعوت عمومی برای تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و دعوت به فعالیت‌های اکستریمیستی توسط اینترنت پرونده جنایی آغاز کردند. موضوع اسلام دین چقدر برای من مهم و اساسی. قبلا در سال 2018 آدینه‌زاده در مصاحبه با رادیوی آزادی اظهار نموده بود. با استرالیا نامه‌های زیادی فرستادند که من تروریست هستم، گویا سلفی می باشم، ولی در کشور استرالیا سلفی بودن من نشده است. البته در اینجا نیز از تروریستان می ترسند. من می دانم که راه من خطرناک و پرعذاب است. شاید این برای مقامات استرالیا مشکلات ایجاد کند، اما من از راه خود نخواهم گشت، گفت در آن زمان عبدالسلام. هدف من تبلیغ اسلام واقعی و متحد کردن مسلمانان بود. مقامات تاجیکستان نمیخواهند این را بفهمند و قبول بکنند. آنها فکر میکنند که من افراطگرایان را دستگیری میکنم و عملهای من خلاف قانونهای بین المللی و شریعتند، گفته بود آن زمان او. هیچ کس نمیترسیم، ما از هیچ چیز نمیترسیم، فقط ما از خداوند میترسیم و خداوند تکیه میکنیم.